به به کار داریم چه کاری. پاژن دو کابین مدل 86 رنگ قرمز لیمیتد، سقف و کاپوت زاپاسکال شکاری و درب عقب مشکی، دورگرگیرا مشکی پیانویی، رینگولاستیک حرفه‌ای، وینچ، ایربگ فرمون تلسکوپی و اینم نمای اطراف که این دوست عزیزمون بگیره و لذتش رو ببره. یکی از کارهای خاص مجموعه تهران روور، این ماشین رو ما خیلی دوست داریم. بعد آقای ابراهیمی چون خریدشون غیر حضوری بود و تلفنی ماشین رو خرید کردن، یه سری کاراشو انجام دادیم، مثل کانوپیشو، پیروزی سقف و ستون و کنسول سقف و کف پوشش. یه سری کاراش هم امروز موقع تحویل اومدن انجام دادن، تلقاشو عوض کردن، زاپاسپندشو دوباره مجدد براشون بستیم و یه داخل بی‌نظیر داره. کف پوش خورد، پیروزی سقف و ستون مشکی پیانویی دیگه خدمتتون آرزم، کنسول سقف، صندلی‌ها مال خودشه، قراره توی زاهدان فکر می‌کنم صندلی بهتری پیدا کنه، همونجا از اون ور وارد میکنه و صندلی خوشگل هم براش میبنده. در کل یه کار مینیمال، خوشگل، زیبا و خاص دیگه از مجموعه تهران روور پاژن رو براتون فیلم گرفتیم. ان شاءالله که تو این جاده ها آقای ابراهیمی با این ماشین بتازه و لذتشو ببره. مرسی، دمتون گرم.